گایز چطورین بچه ها؟ ابوالفضل مستر هستم. به گیم پلی یا لیتس پلی بازی پولز خوش اومدین. اسم این بازی استخر هاست. نمیدونم چه بازی عجیب و غریبیه، ولی یه چیزی شبیه بکرومزه اما ترسناک نیست اونقدر. منظورم اینه که چیز خاصی قرار نیست بپره توی صورتمون بترسونتمون. داخل یه محیط خلوت میگردیم و یه سری اتفاقات عجیب و غریب و ماورایی میفته و ممکنه جالب باشه. بریم با هم دیگه ببینیم بچه‌ها. چندین تا قسمت هم داره. میخوایم بریم قسمت اولش رو ببینیم با هم دیگه، ببینیم چجوریه. اگه خوشمون اومد ادامه میدیم و قسمت‌های بعدی یعنی مرحله‌های بعدیش هم امتحان می‌کنیم ببینیم چجوریه. و اینم بهتون بگم که در کل یه بازی عجیب و غریبه، زیاد ازش توقعی نداشته باشیم. بریم ببینیم که چجوریه. آقا عشق من لایک ویدیو رو بهتر کنین. بریم سراغ ویدیو. Here we go. اوکی، برو بریم سراغ مرحله اولش. بازی شروع می شود. از همون اول صداهای عجیب و غریب. چقدر واقعی صداش، انگار فکر میکنی کنارته مثلا. چه با بزن با اینو میزدم تا بازی مثلا شروع بشه. ای والله دمت گرم داداش، عشق منی. چرا زودتر نگفتی؟ حداقل میگفتی تپ هیر داداش. من میزدم شروع میکردم بازی رو سری. یا خدا چه محیطی داره از همون اول. خب به بازی پولز خوش آمدید. بازی استخرها. برو ببینیم چجوریه. یا خدا چند راهی از همین اول شروع شد. اینجا رو بیشتر خوشم میاد. جان شبیه اوپارکه. شبیه اوپارکه. چقدر صداها رو خوب درست کردن. میشه رفت زیر آب؟ نمیشه رفت زیر آب. نه توی آب کلن چیز خاصی نیست. نه بزنین از آب بیام بیرون. اوکی و اینجا رو خوشگل بگردیم ببینیم چی پیدا میکنیم دیگه. بازیش همینه، اتفاقات ماورایی میفته. نگاه کن 1000 تا راه داره برای این ور رفت. نه 1000 تا نداره، همون یکیه. خب بریم ببینیم در کل قراره چه اتفاقی بیفته در بازی پولز. شما هم امتحانش کنید. جان نقشه تنها چیزی که به ذهنم میرسه بچه شبیه نقشه است. خود نقشه است ولی خیلی بد طراحی شده به نظرم. یا اول فصل تو گفتی تو این بازی چیز ترسناکی نیست. جدی بچه من توضیحاتشو خوندم. چیز ترسناکی تو سمت تاریک نمیرم. من غلط میکنم سمت تاریک برم. چقدر جو بد و سنگینی داره. نکن تو رو خدا. ببین گفتی ترسناک نیست. آقایی که توی سایتت گذاشته بودی گفته بودی چیزی قرار نیست بپره تو صورتتون بترسونت. من میگم این اوپارکه. این چیه الان مثلا این وسط؟ این سرسره چرا باید اینجا باشه؟ چرا قسم با خلوت باشه؟ چرا فقط من باید اینجا باشم؟ ها دلیلش چیه؟ ها وای کرم نمیریزم نزدیک این. نمیرم نزدیکش. به کجا میریم؟ خورده بدوام ببینم به کجا میرسم سریعتر. چرا اینجا این شکلیه؟ انگار میخوایم مثلا ورودی بهشته. مثلا مردی از اینجا با عبور کنی برسی به بهشت. چه کوفتی حاجی این بازی. نکن اینم درگاه بهشته. بپری توش میری. مثلا نمیشه توی. میشه تو این رفت؟ پاری که نمیرم بابا. نکن میرم دیگه راه دیگه ای نداره. این پایینتر میره. عذر میخوام بچه جیغ زدم. یه لحظه نردبونه رفت برا ترسیدم. نکن تو رو خود. گفتی این بازی ترسناک نیست. سر قولت بمون خواهشم. باشه
اینجا من نمیرم، اینجا من نمیرم، اینجا میرم از این بالا. ببین فقط بگو این بازی کوفتی چجوری و کی تموم میشه، همین رو بهم بگی کافیه. ببین این صدا از اون دریچه تهویه هوا میاد. ببین اون ور میتونم برم، این ورم میتونم برم، دو تا انتخاب دارم، یا جای روشن یا جای تاریک. اینجا روشنه چرا این شکلی؟ آقا این بازیش ترسناک نیست ولی یه جوری آدمو به سکته در میاره. چرا اینجوریه؟ صدا آبه دیگه، از این نباید بترسی، گاه بود دیگه، این ترسناک صدا آب دیگه ترسناک نیست. صدا نفس خودمه دیگه. آره اردک اینجا چی کار میکنه؟ نه سلام دادا. من میگم حالا که این بازی ترسناک نیست بیاین خودمون کرم بریزیم ترسناکش کنیم. داداش چقدر بده میدونم. تمام ثابت پرقدرت نترس ایکس مستر. اوکی چیزی برای ترسیدن وجود نداره. Oh my god. به کجا میره این؟ آقا ترسیدم اصلا. این بازی یعنی چی؟ این بازی رو کی ساخته؟ این بازی اگه از من میپرسیدن سازندش کیه میگفتم علی داداشم. سازنده یه بازی کی میتونه باشه جدی؟ یعنی چی اصلا بازیش مفهومی نداره. نگو که میتونم برم داخل این سرسره، نگو که میتونم برم داخلش. وای اتفاقی که نمیفته. وای رفتم تو سرسره نمیتونم خوب ببینم. الان رفتم تو سرسره. ایول خوش آمد. نه عالی بود میتونم برم بالا دیگه. آره ایول نیازی به هیچ دکمه خاصی نیست، خودش بالا میره. نه خوش آمد، بازی تر و تمیزیه. خب اینجا الان کجا؟ چرا اینجا جدیده؟ یه جا دیگه باید برگردم دیگه. نه بچه‌ها بعد بازی ته داره دیگه، نمیتونه بازی بی انتها باشه. هیچ بازی بی انتها نیست به غیر از ماینکرافت. البته ماینکرافت هم بخش داستانی داره، داستانی هر بازی انتها داره. یه بستگی به خودتون داره که چقدر بیکار باشین. چرا اینجا اینجوریه؟ چرا اینجا اینجوریه؟ نمیرم اون بر. اخور قرمزه چیه؟ از این بر میتونم ببینمش؟ اردک تک تک اردک کاریش نداریم، بذار برای خودش باشه همونجا. اردک و ما چی کار داریم؟ به ما چه ربطی داره اصلا اردک؟ وای
غلط میکنم همراه همه غلط میکنم. دستا رو دیدین؟ یه نفر انگار میخواست از اونجا بیاد بالا. وای برو سری تو رو جور هر کی دوست داری از اینجا دور شد. وای برو. البته با این بازی هیچ اعتقادی نمیشه کرد. برو اینجا کجاست؟ این صدای چیه بچه میاد؟ خیلی بازیش عجیب بود، اصلا گیج شدم. اون بازی بچه یادتونه شبیه ساز دست دادن؟ اون بازی مفهومش بیشتر از این بود جدی. هنوزم پایین تر میره دیگه نه؟ ای والله عالیه. عجیب تر از این بازی تو زندگیم ندیده بودم که دیدم. چقدر دیگه پایین میره؟ یا ابوالفضل چه جو سنگینی داره آجی. عالی ایکس مستر. میتونم لبه این بپرم دیگه نه؟ آره مرحله 1 رو تموم کردم بچه، رفتیم مرحله 2. باورتون میشه مرحله 2 رو باز کردم. اگه خوشتون اومد دوست داری مرحله 2 رم برم، لایک ویدیو رو بتره کنین، تو کامنت بنویسین ابوالفضل مرحله بعدی رو برو. حتما روی چشم براتون میرم. عشق من این تا ویدیو بعدی. فعلا بای بای. میخوام با تو یکی باشم، میخوای واسه تو کی باشم، میخوای واسه تو کی باشم. اگه تو آخرش باشی میخوام تا آخرش باشم، میخوام تا آخرش باشم.